قدرمن دوستانو نن موږ سره په خپرونه کې دوه مېلمانه دي ښاغلی قاري صاحب منصور او د پوهنتون استاد عطاالله فایق. لومړی به دوی دواړو ته ښه راغلاست وایم او لومړی وخت به بیا قاري صاحب منصور ته ورکړو چې دلته موږ ته یو نیت شریف راوړی او نیت شریف راته وایي. قاري صاحب سلام مش بخیر راغلی خبرونه. سلامت باشید. سلام عرض ادب خدمت شما و دوستانی که همین اکنون از طریق تلویزیون ملی ما را می‌نگرند. امید که جور و صحتمند و سرفراز و سر حال باشید. ډیره مننه کوم. استاد تاسو هم ښه راغلاست وایم. ډیره مننه. ژوندی اوسئ، خوشحاله اوسئ. قاري صاحب مهرباني یو نیت شریف به موږ ته ووایئ. توکل بر خدایت کن کفایت میکند حتما. اگر مخلص شوی با صدایت میکند حتما. اگر مخلص شوی با صدایت میکند حتما. دل درمانده میمیرد اگر غافل شوی از او. دل درمانده میمیرد اگر غافل شوی از او. به هر وقتی صدایش کن حمایت میکند حتما. به هر وقتی صدایش کن حمایت میکند حتما. رو به درگاهش که آوردی که گشتی نامید. گرگدا پای موت تقصیر صاحب خانه چیست؟ غم مخور ای بنده غم خورت منم. این جهان و آن جهان یارت منم. گر سری بازار ملک کائنات اول و آخر خریدارت منم. چند روزی هر کجا خواهی برو باز و گشتی آخر کارت منم. به هر وقتی صدایش کن حمایت میکند حتما. توکل بر خدایت کن کفایت میکند حتما. خطاگر می روی گاهی به خلوت توبه کن با. خطاگر می روی گاهی به خلوت توبه کن با. گناهت ساده می بخشد رعایت می کند حتما. گناهت ساده می بخشد رعایت می کند حتما. من کریمم من رحیمم من ودود. عفو فرمودم گناهت هرچی بود. بنده چون گردد پشیمان از گناه من نبخشم بس چه سان باشم خدا.
گناهت ساده می بخشد، رعایت می کند حتما. اگر غمگین اگر شادی، خدایی را پرستش کن. اگر غمگین اگر شادی، خدایی را پرستش کن. که هر دم بهترین ها را عطایت می کند حتما. که هر دم بهترین ها را عطایت می کند حتما. اگر مخلص شوی با صدایت می کند حتما. توکل بر خدایت کن، کفایت می کند حتما. توکل بر خدایت کن، کفایت می کند حتما. الهی تو آن کن که پایان کن، تو خوشنود و باشی و ما رستگار. نه آن کن که فردا به میدان حشر تو رنجیده باشی و ما شرمسار. غم مخور ای بنده غم خورت منم، این جهان و آن جهان یارت منم. بسیار زیاد تشکر. ډیره مننه کوم قاری صاحب منصور چې زموږ ته هم خپرونه کې ګډون وکړ او کله نعت شریف مو وویل. ډیره مننه، ژوندی اوسئ. استاد تاسو ته هم ښه راغلاست وایم، بیا هم مننه، ژوندی اوسئ. استاد زما اوس موضوع به په ټولنه کې نظم راوستل وي، څنګه یوه ټولنه بانظمه ټولنه ولرو او ټولنه کې نظم څنګه راوستلی شو. نو پوښتنه هم دغه کومه چې بانظمه ټولنه کومې ټولنې ته ویل کېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. آنچه که اسلام مقدس در خصوص نظم اجتماع مطرح می کند، این نسبت به سایر مکاتب دیگر متفاوت تر است. به خاطر از اینکه اسلام آن نظمی را که در جامعه مطرح می کند نظمی هست که تمامی حقوق حقه هر فرد تامین باشه و برای هیچ فرد از افراد جامعه آسیبی نرسد. دوم فاکتوری را که در جهت نظم اجتماع دین مقدس اسلام مطرح می سازد عدالت اجتماعی است. چرا که عدالت اجتماعی یکی از جمله پایه های اساسی دین مقدس اسلام است. دین مقدس اسلام سر همچون مسائل بیشتر چرا تاکید میکنه؟ به خاطر از اینکه ما اگر یک مروری کوتاه به جامعه داشته باشیم، جامعه به نحوی یا به انواع مختلف اینها ارتباطاتشان با هم گره خورده، ارتباطات انسانها با هم گره محکم خوردگی است که هیچ فردی از افراد جامعه او بی‌نیاز نیست، به نحوی با یکدیگر اینا ارتباط دارن، نیازمند هستند. مثلا اگر شما متوجه شوید یک معلم با وجودی که هزارها مشکل و تکالیف و زحمت متقبل میشه، بالاخره در درجه استادی میرسه، ولی هنوزم این نیازمند است، به شاگرد نیازمند است. اگر ما کمک پیشتر بریم،
شما تاجر ببینید، یک انسانی که از نقطه نظر سرمایه و دارایی بسیار در یک کتگوری خوبی قرار داره، اما این بازم نیازمند است، نمیتونه نیازمندی های اولیه خودش یعنی خودکفا باشه. او ضرورت به مشتری داره، ضرورت به کارمند داره. اگر از این بالاتر فکر بکنیم، کسایی که در سطح کشور یا بالاتر از این در ردیف های بالا یعنی زعامت کشور را به عهده دارن، با آن هم که اینها خودکفا نیستن، اینا نیاز به کابینه دارن، اینا نیاز به افراد دارن، اینا نیاز به مردم دارن، به رعیت دارن. لحاظا بسیار کوتاه خدمتتان عرض بکنم که در جامعه هیچ فردی از افراد جامعه بی‌نیاز نیست. همه افرادی که در جامعه زندگی میکنن، اگر مرد است، اگر زن است، اگر طفل است، خرد است، کلان است، اگر عالم است، اگر جاهل است، اگر در سطح بالاتری از نقطه نظری موقف قرار داره یا در سطح پایینتری قرار داره، همه از این به ذات خودکفا نیستن، این نیازمند هستن. لحاظا همه از این نیازمندی ها ای تو وادار می سازه که افرادی که زعامت محیط منطقه را به عهده داره، او باید بستری گرم، بستری نرم برای سعادت دنیا و آخرت افرادش مهیا بسازه. فلهذا این نیازمندی های همه مردم به دست آوردن، این ظاهر است که ایجاب بر یک قانون میکنه که تو یک قانون باشه که تمامی نیازمندی های بشر، تمامی نیازمندی های انسان در چارچوکات از این قانون تامین بکنه. یعنی در اسلامی ټولنه کې د قانون باید عرض میکنم خدمتتان. لہذا ظاهر است که تدوین همچو یک قانون، تدوین یا تدویر همچو یک مقررات از توان بشر به دور است. با توجه به محدودیت هایی که بشر داره، نمیتوانه همچو یک قانونی را تدوین بکنه که تمامی نیازمندی های انسان در داخل از این چوکات مراعات شود، به خصوص عدالت اجتماعی. فلهذا ایجاب از این را میکنه که ما از یک منبع مافوق بشر استنباط بکنیم که او منبع فوق بشر یا توان بشر چیست؟ قانون خدا هست که به عباره دیگر قرآن مقدس است، که در قرآن مقدس تمامی حقوق حقه انسانها وجود دارد. مجسمه کلی عدالت اجتماعی دی نیفته هست. فلهذا چرا انسان نیاز بر ازی پیدا میکنه؟ اول علت ازی باید فهمیده شود. به خاطر ازی که زندگی اجتماعی معلول نیازمندی های طبیعی یک انسان است. هر انسان به ذات خود تلاش میکنه که او در قسمت سود خود فکر میکنه، در قسمت مفاد خود فکر میکنه، و وقتی که دقیق مطالعه میشه، اینمی سود فردی یا فواید فردی این گری خورده با فواید دیگرها. ما تا مادامی که فواید دیگرها را، سود دیگرها را، نفع دیگرها را یعنی در فکرش نباشیم، ما سود خود را به دست آوردن نمیتوانیم. ما تر کومه پورې ستاسو خبر نه واصل، یعنی مطلب دا دی چې د قرآن کریم په رڼا کې باید یو بل قانون هم په اسلامي هیوادونو کې ودرلودلی شي، دغه قانون په رڼا کې پر مخ لاړ شي. بله اساسا مسلم است که گفتیم این قانون یک قانون فرازمانی، قانون فرامکانی در توان بشر نیست. پس ما مجبور هستیم که به قانونی که از توان بشر بالاتر، فوق توان بشر است، با او اتصال بورزیم که او قانون خدا است. فلهذا قرآن مقدس در گام نخست امر راهکارهایی را که برای تطبیق نظام اجتماعی یا برای عدالت اجتماعی در نظر گرفته، او چی از توحید خدا هست. خداوند جل جلاله میفرماید که شما تمامی مشکلات خود از یک دریچه، از یک دروازه به دست بیارین. به خاطری که وقتی شما به دست آوردن منافعتان، به دست آوردن مشکلاتتان، برای مرفوع ساختن پرابلم هایتان، اگر شما از درهای مختلف، از دریچه های مختلف، از گذرگاه های مختلف شما رجوع بکنین، در او صورت بر علاوه که امو
مشکلات شما مرفوع نمیشه بلکه مشکلات جامعه دوچند میشه، چنانچه که قرآن مقدس گواه است لو کان فیه ما آلیهة الا الله لفسدتا. اگر در صورتی که در کائنات دو خدا موجود می بود این نظام از هم می پاشید. فلهذا قرآن مسلمان ها را دعوت میکنه، مسلمان ها را تشویق میکنه که شما برای مرفوع ساختن مسائل یا زندگی روزمره یا نیازمندی های اولیاتان یا سعادت دنیا و آخرتتان شما به خدای خود رجوع بیارین، از قانون خدا استفاده بکنین که قرآن خدا در این مورد چی میگه؟ وقتی که عدالت اجتماعی بدون تبعیض، بدون در نظر داشت این و آن، بدون در نظر داشت رنگ، در نظر داشت زبان، در نظر داشت سمت، در نظر داشت حتی ایدئولوژی، وقتی که تطبیق شد اینجا همه است که عدالت اجتماعی برقرار شده، سرفرازی دنیا و آخرت از آن مسلمان ها می باشه. اجتماعی عدالت یا طولنیز عدالت په افغانستان کې اوس مهال پلی دی؟ آن طوری که ما خدمت شما عرض کردم ما او عدالت اجتماعی را امروز نمی بینیم. مثال څه شی تاسو بده؟ به خاطر از اینکه یکی از جمله عدالت اجتماعی که من میخواستم پیشتر عرض بکنم، سخن شما قطع نشه و سر سوال شما ما میام. یکی از مکانیزم دوم یا راهکار دومی را که دین مقدس اسلام مطرح ساخته توصیه های دینی است. مثلا شما عبادات روزمره را میبینید که در هر روز 5 مرتبه مسلمان ها مکلف هستند که نماز بخوانند. در پهلوی از این که این به ذات خود عبادت است، یک پیام امی عبادت است که شما روابط اجتماعیتون باید برقرار باشه. از این بالاتر نماز جمعه است، از این بالاتر نماز عیدین است، از این بالاتر مثلا حج بیت الله شریف است. این همه از این بیانگری عزیز که پیامش عزیز برای مسلمان ها که شما در همچو جاها وقت شرکت میکنین میبینین کساهایی که در اینجا مشکل دارن، نیازمند هستن به شما باید روابطتان برقرار باشه. حالا برمیگردیم که نیازمند عدالت اجتماعی آیا در جهان امروزی وجود داره؟ به شکل اساسی و آن طوری که قرآن بیان کرده ما نمیبینیم. چرا؟ علت اساسیش عزیز که خداوند جل جلاله قبل از اینکه احکامات بیان بکنه اونجا چی میگه؟ خدا ترسی، شما از خدا بترسین. تا مادامی که یک انسان تقوا نداشته باشه، تا وقتی که در وجود یک انسان خدا ترسی وجود نداشته باشه، پیدا نشوه، او عدالت اجتماعی را برقرار کرده نمیتونه. چرا؟ شما وقتی که میبینین که انسان از مخلوق در هراس است، از کسی میترسه، وقتی که شما در عالم دنیا، در عالم مجازی از کسی ترس داشته باشین، خوف داشته باشین، از او فرار میکنین تا که آسیب به شما نرسه. اما وقتی که در وجود انسان خدا ترسی پیدا شد، انسان با خدا نزدیک میشه. این بسیار نکته بسیار اساسی و جالب است که در هر دو جا ترس وجود داره. اما ترس مخلوق انسان وادار میسازه که حتی گاگا محیط و منطقه را ترک میگه. اما ترس خداوندی، تقوا در وجود انسان وقتی که پیدا شد، این با خدا پناه میاره. وقتی که با خدا پناه آورد، از خدا میترسه که هر آن کاری نامناسبی را که کاری شنی را، کاری که خلاف ارزش‌های دینی، خلاف ارزش‌های روابط اجتماعی اگر از من سرزد میشوه، آن خدای وحده لا شریک همه از این چیزا نظاره کننده است و فردا از من سوال میشه و ما پاسخگوی از این ډیره مننه کوم. وخت کم دی. د یو اخرنۍ پوښتنې په توګه فایق صاحب، اوس مهال باید څه ترسره شي، څه باید وشي چې په افغانستان کې موږ او تاسو په خپله ټولنه باندې بحث کوو چې دلته اجتماعي عدالت یا ټولنیز عدالت پلی شي؟ چیزی اساسی که میتونه برای همه از این معضلات و مشکلات و پرابلم های امروزی جوابگو باشه همین است که ما فرد هر کداممان در هر موقفی که هستیم تلاش بکنیم که به ارزش‌های اسلامی تن بدیم. ارزش‌های اسلامی را به شکل سمبولیک نه، البته به شکل اساسیش در خانواده و اجتماع خود پیاده بسازیم. بخصوص کسایی که در رأس هستند، حاکم هستند، زمامداران هستند، اینا تلاش بکنند که به امو منوال یا به امو اندازی که اصول یا مکانیزمی که خدا و رسول خدا بیان کرده عدالت اجتماعی را در جامعه تطبیق بکنن. هر فرد در هر حدی که میتونه برای جامعهش مفید واقع شود
برای جامعهش فایده‌مند باشه، او را در امو سکتورایی که تخصص داره جابجا بکنه، از او برای روابط اجتماعی، برای فلاح، برای ترقی، برای تمدن، برای تعالی کشورش از او کار بگیرن. در غیر از او اگر به این شکل که ما خودخواهی و خودکامگی را در خود پیاده بسازیم و ما را نگذاره خودکامگی که هر کس در موقفی که است جابجا بسازیم، شخصیت ها را در جایشان جابجا بسازیم، کسایی که در هر وقت توانمندی دارن اونا را جابجا نسازیم، ما فکر نمیکنم که عدالت اجتماعی به شکل اساسیش رونما گردد. ډیره مننه کوم د پوهنتون استاد ښاغلی عطاالله فایق چې زموږ سره په خپرونه کې ګډون وکړ. تاسو په چارو کې بریا وغواړم.